захираи маҳсулоти кишоварзӣ аз масъалаҳои муҳим ба шумор рафта, бо иҷрои ин тадбир имкон фароҳам мегардад, то дар давраи сармо бозори истеъмолӣ бо маҳсулот таъмин ва арзиши он мӯътадил нигоҳ дошта шавад. Дар асоси дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат дар шаҳри Истаравшан, маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла картошка, пиёз, сабзӣ, дигар намуди сабзавот, мева ва ангур тибқи нақша захира карда шудааст. Мусаллам аст ки кишоварзону заминдорони ҷамоату деҳоти шаҳри Истаравшан дар кишту парвариш ва рӯёндани ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ аз пешқадамон дониста мешаванд. طبق آمار رسمی سال روان در این شهر در میدان قریب 3538 گکتار کارتوشکا کش نمودند که نسبت به سال گذشته 151 گکتار زیاد می باشد. بنا به اطلاع مسئولین ریاست کشاورزی تا امروز در انبار، تخمخانه و دیگر مکان نگهداری در مجموع 17010 تن کارتوشکا ذخیره کرده شده نگهداری می شود. در برابر دیگر محصولات کشاورزی با ذخیره پیاز نیز توجه روانه شده، حجم آن 16310 تن را تشکیل می‌دهد. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استراوشان در همکاری با صاحبکاران، خوجگی‌های دهقانی و اهالی در سمت ذخیره محصولات کشاورزی تدبیرهای مهم اندیشیده، استفاده ظرفیت‌ها را در مد اول گذاشته است. برای تامین امنیت غذایی مملکت کشاورزان و دهقانان اصلی شهر با میدان 3537 گکتار کشتی کارتوشک گذرانده شده. از اون حاصلناکی میانه شهر 245 سنری به دست آوردن. سال پیش شده در شهر استراوشان 1215 گکتار کشتی پیاز گذرانده شده بود. در سال 2023 1301 گکتار کشتی پیاز گذرانده. حاصلناکی آن به حساب میانه 55 تن را تشکیل می‌دهد. در نتیجه پرثمر استفاده نمودن زمین و اندیشیدن تدبیرهای ضروری سال روان در شهر استراوشان در میدان بیش از 1301 گکتار پیاز کش کرده شده. این نشان دهنده در مقایسه با سال 2022 قریب 53 گکتار زیاد می باشد. حاصل پیاز در سال جاری نزدیک 65000 تن را در بر میگیرد که نسبت به سال گذشته 8500 تن زیاد می باشد. در این دوران نزدیک 60000 تن کارتوشکا استحصال گردید و این نشان داد در مقایسه با سال گذشته حدود 5500 تن زیاد می باشد. حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد ساحه کشاورزی افضلیت بیشتر می دهد، زیرا رشد این ساحه با تامین امنیت عضوخواری مساعدت می نماید. در شهر استراوشان با مقصد در عمل تطبیق نمودن هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در سمت استفاده عاقلانه آب و زمین، بلند برداشتن حاصلناکی و استفاده تخمی‌های سرحاصل توجه خاص روانه شده است. در این زمینه دستاورد کشاورزان و اهالی در همه بخش‌های ساحه کشاورزی سال از سال افزون می‌گردد. تحلیل و آموزش نشان می‌دهد که در شهر استراوشان کارهای آمادگی به دوره تیرماه زمستان در سطح ضروری براه مانده شده. ساکنان و صاحبکاران و شخصان علاهیده با مقصد تامین بازار استعمالی با محصولات کشاورزی تدبیرهای ضروری اندیشیدند. بنا به اطلاع مسئولین در برابر کارتوشکا و پیاز و دیگر سبزوات، محصولات کشاورزی از قبیل سیب، انگور، نوک و دیگر محصولات ضروری در انبار و سردخانه‌ها نگهداری می‌شود.